خرمالو رو با احتیاط مصرف کنید. به فصل پاییز رسیدیم و میوه خوش‌طعم و مفید خرمالو الان به بازار میاد و خیلی از عزیزان علاقمندن که از این میوه استفاده کنن. اما باید توصیه رو در مورد خرمالو به شما بگم که اگر رعایت نشه میتونه بیماری های خطرناک رو برای معده به وجود بیاره. پوست خرمالو خاصیت چسبندگی به دیواره معده داره، مخصوصا اگر گس باشه. بنابراین هرگز خرمالو رو با پوست نخورید و سعی کنید حتما از خرمالو رسیده استفاده بکنید و بیشتر بافت داخلی اون رو بخورید. اگر پوست خرمالو به دیواره معده بچسبه میتونه توده‌ای رو در معده به وجود بیاره به اسم بزوار که این توده از تجمع پوست های غیر قابل هضم میوه‌جات مخصوصا خرمالو در معده به وجود میاد و فوق‌العاده پرعوارضه و حتی میتونه فرد رو به جراحی معده وادار کنه. بنابراین پوست خرمالو رو حتما جدا کنید. اما باید بدونید که این میوه فواید بسیار بی‌نظیری داره و مصرف اون حتما توصیه میشه. این میوه مزاج گرم و ترد از نظر طب سنتی، ملین طبع، مقوی قواست، خونساز، ویتامین های بسیار عالی داره، سیستم دفاعی بدن رو به نحو احسن تقویت میکنه و برای خوشرنگ شدن رنگ پوست خرمالو بسیار کاربرد داره. بنابراین با رعایت نکته‌ای که گفتیم این میوه رو بسیار زیاد مصرف کنید.